بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشان مزیدی هستم آقای انصاری. بفرمایید خواهر گرامی، صداتون داره پخش میشه. خیلی ممنون. من ساعتی که موحد شدم فکر این بودم که هرچه زودتر از تهران برم. فکر کنم دیگه به آرزوام دارم میرسم آقای انصاری. برام دعا کنید. به زودی دارم ازدواج میکنم. فقط یه خود این وسط بابام سنگ میندازه، دوباره داره سنگ میندازه، اذیت میکنه. الله سبحانه و تعالی پدر شما را هدایت بده به راه راست، راه توحید و یکتاپرستی. و خواهر گرامی، انسان موحد، انسانی که راه یکتاپرستی را انتخاب کرده، باید با این مشکلات بسازه و الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که شما در سیرت ایشون دیدید که کفار و منافقین چقدر ایشون را اذیت کردن، اما ایشون با صبر و تحمل به راه خودشون ادامه دادن و امروز می‌بینیم که بیش از 1.5 میلیارد مسلمان پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. درسته، بله، شما درست فهمید. زنده باشید خواهر گرامی، الله مطالب ستون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. من برای شما دعا میکنم آقای انصاری. من برای همه مسلمانان جهان جهت 5 وقت نماز هم میخونم، حتی نمازهای نفلی من میخونم، همش برایشون دعا میکنم. انشاءالله من با آرزوام برسم یه کمک به دین اسلام و به کشور عزیزم افغانستان حتما بکنم. انشاءالله سلامت باشید، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارت.